خب قصه بعدی که روایت خواهیم کرد داستانش برمیگرده به همون زمانی که ترانه اول برشون اجرا کردیم، در واقع به تیم بیتو. حالا فکر کنید جهانگیر خان سرتیپور رفته روی تراس یکی از خانه‌های قدیمی رشت، حالا تلفن هم هست، با فهیمه اکبر هم آشنا شده، با هم دارن کار میکنن، ترانه‌های زیادی در اندیشهشون هست که بسازن، اما خبر رسیده که شهریور ماست در 1320 از خبر رسیده که ارتش شوروی سرخ مرزها رو در نوردیده و اومده به رشت هم تصرف کرده. از تراس نگاه میکنه میبینه بله لشکر بیگانه داره در خیابان‌های همین رشت قدم میزنه، میدونه 6 سال بودن و نمیرفته و چقدر افسرده یک آدم ملیگرا یا آدم وطن دوست یا هنرمند چقدر حالش بد میشه. گویی زنگ میزنه به فهیمه اکبر میگه همین حالا یه ترانه گفتم. اما اونجوری که من فهمیدم ابتدا میره به فومن، چون که تو شعر اشاره میکنه به فومن و به درختان آزاد فومن. اونجا اشاره میکنه که به یک پسرکی که نماد مثلا جوان گیلک اشاره میکنه که گردار یعنی پهلوانک، حالا دیگه وقتشه، برو از پشت فاکون، یعنی یک انباری که آره در خونه‌های قدیمی بود و همه چیز اونجا ساز میکردن، برو اونجا تخت سنگی هست اونو بردار. من از عهد جنگل، جنبش جنگل، خب خود جهانگیر خان از کسانی بود که در جنبش جنگل در نوجوانی فعالیت داشت، برو اونجا اسلحه رو اونجا پنهان کردن، سنگو بردار، تخت سنگ و اسلحه رو بگیر، فشنگا رو هم بردار و بیار که دیگه وقت جنگه، چون که دیگه شوخی نیست و کینان ما، خاک ما در معرض خطره. این ترانه در واقع حالات و احوالات جهانگیر خان سرتیپور در زمان اشغال رشت، این رو برای شما اجرا خواهیم کرد و حتما با ما همراهی میکنید. جلواش فقنه بر روسان تخت سنگر، جلواش فقنه بر روسان تخت سنگر، دلگان دسته اونه جیر بیرون بابر توفنگه، او توفنگه و سن میفشنگه فدن هرایی بزن که جنگه، او توفنگه و سن میفشنگه فدن هرایی بزن که جنگه. باز می فومن، باز می جنگل گمارم، باز می سبز کوها خورم آزاد دارم، باز می فومن، باز می جنگل گمارم، باز می سبز کوها خورم آزاد دارم. لای 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 هرچی بیشتر زرنگه، پیش پیشید خودارید پیش پیشید هرکی بیشتر زرنگه. باز میگیرم، باز میدر کنارم، باز می سبز کوها خورم آزاد دارم، باز میگیرم، باز میدر کنارم، باز می سبز کوها خورم آزاد